از پیغمبر خدا پرسید ای حبیب خدا متى الساعه؟ من صحبت از تو گوش کرده بودم که تو اطراف قیامت گپ میزدی، اطراف قیامت صحبت میکردی، همون قیامت کی می آید؟ حبیب خدا به این جوان چی گفتن؟ ما اعددت لها. ای جوان عزیز بسیار سوالی خوب کردی، خوش به حالو که تو از قیامت میترسی، خوش به حالو که در ذهن تو قیامت هست، خوش به حالو که تو قیامت باوری داری. لیکن جوان عزیز تو برای قیامت چه آمادگی داری؟ قیامت کو آمده نیست، در آمدن قیامت شک نیست، شبهه نیست، لیکن تو چی آمادگی داری، چی تیاری به قیامت داری؟ این جوان این سوال هیچ وقت منتظر نبود. شاید فکر میکرد که پیغمبر خدا در حال روز و تاریخ و ساعت قیامت میگوید. این گونه سوال از پیغمبر چشم داشت نبود. دیگر حیرت دمان گفتند ما اعددت لها من کثیر صلات ولا صداق ولا صوم. ای حبیب خدا نه نماز زیاد دارم، نه صدقه بسیار دارم، دست رسانه دارم که صدقه کنم، نه روزه زیاد دارم، فقط یک چی دارم، فقط یک چیز در من هست که میخواهم و برای تو آشکار کنم. حبیب خدا گفت چی داری؟ گفت ولکنی احب الله و رسول. فقط یک چی دارم، گفت نه نماز زیاد دارم، نه صدقه زیاد دارم، نه روزه زیاد دارم، فقط و فقط در وجود من محبت الله و رسول هست. الله و رسول از همه دیده بیشتر دوست می‌دارم. حبیب خدا این جوابی این اعرابی را شنیدم، پس چه جوابی مبارکی دادند؟ انت مع من احببته. ای گفتن ای انسان تو که خدا دوستدار باشی، تو که محمد دوستدار باشی، پس یقین دان که روز قیامت تو همراه شخصی هستی که او را در دنیا دوست می‌داری. تو الله را دوست داشتی، رسول را دوست داشتی، فردای قیامت همراه اونها هستی. ببینه وقتی انسان خدا دوستدار، رسول الله را دوستدار شود، وقتی که جنت مقام او باشد، وقتی که همنشین رسول باشد، وقتی با لقای پروردگار روبرو شود، شما عکس این تصور کنید که وقتی الله و رسول شما را دوست دارد با شما چی معامله میکنند؟ معاذ حبیب خدا چی گفت؟ قسم به پروردگار گفت دوستت میدارم. چی معاذ انسانی با سعادتی بوده است. پروردگارا ما را پیرو معاذ بگردان، خدایا مثل معاذ ما را عالم بگردان، خدایا ما را دوستدار اصحاب پیغمبر بگردان. چگونه پیغمبر اونها را دوست می داشت، ما را هم محبوب اصحاب حبیب خدا بگردان. ببینین حتی رسول اکرم امروز جامع ترمذی را نگاه میکنم، حبیب خدا میگه نعم الرجل معاذ ابن جبل. معاذ ابن جبل بهترین مردهای امت من است، بهترین. ببین یک نعمت در بین امتان من معاذ ابن جبل است. حبیب خدا حدیث طولانی دارد ارحم بامتی ابو بکر رضی الله عنه و اشدهم فی امر الله عمر رضی الله عنه و اصدقهم حیاء عثمان رضی الله عنه. حبیب خدا چی زیبا بیان میکند؟ مهربان ترین امت در بین امت من ابو بکر رضی الله عنه هست. از همه در سخت گیرنده در امر پروردگار عمر رضی الله عنه هست. از همه امتان من با حیاترین امت عثمان رضی الله عنه هست. چه زیبا پیغمبر خدا هر کدام او را با اون اخلاق، با اون صفتی که داشت وصف میکرد. یک شب برادرای عزیز و گرامی تلویزیون گذاشتیم، یک کانال دارد به نام سلام. شاید شما آگاه باشید برادرای عزیز، سلام که در این برنامه دو انسانی که محروم از جنت بودند صحبت داشتند. دو آدمی که محروم از جنت بودند که اونها در برنامه خود ابوبکر خائن میگفتند، در برآمد خود عمر خائن میگفتند، عثمان خائن میگفتند. عایشه مادر ما در بدترین کلمه به نام پروردگار صحبت میکردند که حتی آنچنان غضب بیدار میشود که میخواهی همون تلویزیون از فریزه بیرون حواله کنی. اینقدر جمله های ناخوب و پلیت از زبان این محرومان جنت صدا میداد. برادر عزیز و گرامی،
به نام آن پروردگاری که جان ما در دست اوست، اگر شما از پدر و مادر کاندیده ابوبکر را دوست ندارید و دفاع نکنین، شما پسترین امت رسول اکرم هستین. شما حتی از پهلوی ابوبکر در جنت محروم هستین. شخصی که میگوید محبوب ترین مرد ابوبکر به سوی من است، محبوب ترین زن دختر ابوبکر هست. چگونه این طریق شخصا را ما خائن گوییم؟ و خدا قسم زبان انسان نمیگردد. حبیب خدا وصف دارد. روز به روز دادر عزیز هوشیار شوید، هوشیار شوید. این شخصیت های پلید در جامعه ما و شما روز به روز صفاشون زیاد می شود. اگرچند اونا پنهان هم باشند، اگرچند از شما حذر هم کنند، کاش که خدا پنهان باشند، کاش که اونا همیشه پرحذر از ما و شما باشند. مبادای در پیش ما و شما غیرت پیدا کنن و اصحاب سنگ زنن و شما امتای بی غیرت و بی جسارت اگر گوش اندازین، شما نماز جمعه نخوانین دادرای عزیز که فایده تان نمیکند. شما نخوانین نماز جمعه. وقتی شما پشتیبانی ابوبکر، عمر و عثمان، مادرمان عایشه کرده که نتوانیم، جمعه ما چی فایده داره؟ روزه ما چی فایده داره؟ شخصانی را که حبیب خدا دوست می داشت ماها پشتیبانی کنیم. معاذ بسیار بنده با سعادت بوده است، پیغمبر خدا دوست می داشته است. حضرت معاذ دورهای خلافت حضرت عمر در حضرت عمر ویا به فلسطین روان کرد. گفت معاذ، گفت بسیار بنده به سعادتی، من میدانم که تو را پیغمبر خدا در دورهای حیات بودن دوست می داشت. به این خاطر و اعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. حبیب خدا گفتند عالم ترین امت من در جدا کردن حلال و حرام معاذ است. عالم ترین امت بود. حضرت عمر گفتند تو را پیغمبر خدا که عالم ترین امت گفت میخواهم فلسطین روی، مردم فلسطین را تعلیم کنی، به خدا شناس کنی. حضرت وقتی رفتن خدمت کردند در فلسطین در کسل وبا دچار شدند، در کسلی وبا دچار شدند. ببینید وقتی که حضرت بستری شدند، دوست خدا وقتی اجل به سراغش آمد میگوید که با زبان خود یک ترانه را زمزمه میکرد: خوش آمدی اجل، خوش آمدی اجل. کدام ما و شما این گونه اجل پیشواز داره؟ ما و شما بیزار هستیم باور کنیم. ما و شما هیچ وقت استقبال اجل هم استقبال هم نمیگیریم. لیکن مقصد اونا دیگر بود که با آمدن اجل اونا با رسول الله و ابوبکر و عمر و عثمان پیوست می شود. مراد اونا اون بود. خوش آمدی اجل، خوش آمدی اجل. مهمان بودی تو، دیر به زیارت ما آمدی. چی با شوق و با ذوق برای زیارت این دوست خدا آمدی. بعد این ترانه را میگه زمزمه کردن که اینا با متن عربی. حضرت میگه به سوی پروردگار گفتن خداوندا جان مرا مثل یک فرد مؤمنی که تو از او راضی هستی همچنان به سوی خود بپذیر. یک فرد مؤمنی که تو از او راضی هستی همچنان جان معاذ نزد خود قبول بفرما، نزد خود بپذیر. و جان میگه به حق تسلیم کردن زمانی که در غریبی بودن، نه زن بود و نه خانه بود و نه فرزند. حبیب خدا وقتی که معاذ سلام کرد با دست مبارک خود گفت ثم اوصیک، من تو را یک وصیت دارم، یک نصیحت خوب دارم. لا تدعن في دبور كل صلاة تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. معاذ چی تعلیمات خوب دادن؟ تعلیمات معاذ تعلیمات ما باشد. برادر عزیز و گرامی، این فقط برای معاذ نبود، این برای تمام امت است. اگر که حبیب خدا برای معاذ هم که اگر حواله کرده باشد. چی گفتن؟ معاذ گفتن وقتی نماز ادا کردی، وقتی که نماز تمام کردی چی کار کنین؟ گفتن بگو اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پروردگارا مرا یاردم کن در یاد کردن خودت و در شکرگزاری خودت و وقتی که من تو را عبادت میکنم مرا یاردم کن.
این دعای هست که دادر عزیز همه ما و شما بعد نماز این دعا را باید کنیم. خداوندا ما را در ذکر گفتن و یاردم کن، ما را در شکر گفتن و یاردم کن و ما را در حالت عبادت به عبادت خودت یاردم بکن. پروردگارا ما نیز یک تو بندگانی در غلط و در سهو و در لغزش آلوده. خدایا برای ما نیز چنان توفیق ده که اولا خدایا همیشه دوستدار ذات تو باشیم، دوستدار حبیب تو باشیم، دوستدار قرآن تو باشیم، دوستدار شریعت تو باشیم. و خدایا برای ما چنان توفیق نصیب بگردان دوستدار اصحاب تو باشیم، دوستدار اصحاب پیغمبری خدا باشیم، پشتیبانی از اصحاب پیغمبری خدا را کرده توانیم. و خدایا ما را در ذکر گفتن یاردم بکن، ما را در عبادت کردن یاردم بکن و ما را در شکر گزاری یاردم بکن. خدایا از نامه اعمال ما آن ورق هایی که از حساب بی‌پروایی ما با رنگ سیاه مبدل شدند، خدایا اونها را شسته بگردان، اون گناه ها را کوره بگردان. خدایا عمر ما را عمر با سعادت بگردان، از همه نافرمانی ها و غفلت خدایا ما را دور بگردان. امیدها و آرزوها و مرادها و مطلوبهایی که در دل این بندگان توست اگر به نفع بندگان تو باشد، به نفع دین تو باشد، خدایا همگیش حاصل بگردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. آمین یا رب العالمین.